سلام علیکم. سلام بچه ها، من پیزدگیس هستم و امیدوارم حالتون هر کجایی که ازت خوب باشه. توی این ویدیو اومدیم 3 تا از شهرهای ماینکرافتی رو تست کنیم، ببینیم کدومش بزرگتره، چجوری روشون کار شده. بعدن زنگ این حرکت خوب نبود و بریم این ویدیو خفن رو شروع کنیم. حمایت فراموش نشه. آره دیگه، بریم ویدیو رو شروع کنیم. خب دوستان بلندکس، همونطور که مشاهده میکنیم دوباره شروع شد این ویدیوهای من. خب توی این مپ بریم، فکر کنم اینجا شهرداری باشه، بریم توش ببینیم داخلی رو چجوری کار کردن. سازنده این مپ هامی ترین اونر بیلدر، فکر کنم اینم اسکینش باشه. این چیه؟ من از این اصول بازی ها بلد نیستم. ویلکام تو شو. آره اسمش چی؟ یکی از بیلدر، این 3 تا کمک کننده ساختن این مپ هستن. غلط زیادی کرده، نجاست خورده، هر کی این حرف رو زده نجاست زیادی خوردید، کثافت ها. و مپ ها رو توی سرور دیسکورد هم میذارم، بریم دان کنیم. حال نگفتی چطور شد که به فکر باسواد کردن من افتادی؟ شاید واسهتون نیاز باشه. اینا چی نوشتم؟ فکر کنم واسه ساخت مپه، نمیدونم چیه. خب بریم از مپشون دیدن کنیم. اینجا زمین بسکتباله. آره بسکتباله یا تنیس. آره زمین تنیسه فکر کنم. روشون خوب کار شده، فقط نمیدونم چرا انقدر ارتفاع اینا کمه. و آره فان جذاب. ولی اگه میشد بازی کرد خیلی بهتر میشد. بچه ها نظرم اینه که بهشون نمره بدیم، به مپایی که داریم بازی میکنیم نمره بدیم به این ست. خب روی مجسمه که زیاد اصلا کار نشد. اگه تخیل آدم کم باشه اصلا معلوم نیست این چی هست. فکر کنم یه انسانیه که چای دستش. 1 hour later. پل استانبول فکر کنم. یا من اشتباه میکنم. اینجا رو من توی ویدیوهای اسمش چی بود ترکی دیدم، از اینجا ویدیو میگیرن. یا من اشتباه میکنم ساختموناش که همشون خالی هم واسه. آره اینجا هم پارکینگه. اینجا دیگه کجاست؟ اینجا هم دستشویه. اینجا بلیط میخرن. بگو دیگه. خوبه چون ما قرار سریعتر مپا رو بگردیم، سریع میریم. چند طبقه است لامصب. برو دیگه سوراخ باز کن بریم. فقط خب دیگه من خسته شدم از این مپ. بریم مپ بعدی رو ببینیم چی ساختن. راستی فراموش کردم بگم، من به این مپ از 10 نمره سازهاش خوبه، زحمت زیادی کشیدن روش. از 10 نمره بهش 5 میدم. خب بریم مپ بعدی. خب بچه ها توی این مپ فکر کنم این مپش شهر نباشه یا یه جزیره خیلی خفن باشه. توی این جزیره چند تا خونه هست، میلیونرها میان توی زندگی میکنن. فکر کنم اینجوری باشه. این یکی از این خونه ها میلیونرهاست. میلیونرها از منم بدبخت دارم، هیچی تو چستشون نیست. یه چست دیگه خالی. چست مخفی. همه چستا خالیه. بریم یه خونه دیگر رو بگردیم. از اونجایی که همه خونه ها مثل همن، به احتمال زیاد مثل همشون. آره روی بات هاشون اگه نمیذاشتن بهتر بود، چون خیلی مسخره ساختنش.
خب مپ خیلی جذابیه. آره خوشم اومد. اینجا ایستگاه تونله فکر کنم. بریم ببینیم تونله به کجا میرسه. پیاده روی، واسه پیاده روی میاد اینجا. اوه رسیدیم به اصل کار. هواپیما رو نگاه کن. اینو باش. هواپیما دریایی. اگه میشد توی ماینکرافت یکی مودی میساخت هواپیما توش باشه، هواپیمای دریایی از اینا، خیلی خفن میشد. خب بچه ها من چانکا رو بیشتر کردم که کل دنیا معلوم بشه. حس میکنم این دنیا رو بازی کردم قبلا ولی یادم نیست. اینجا فرودگاه هستش. اینجا استخر لوکسشونه. اوه عجب کشتی، مثل کشتی درست کردن اینجاش. بریم ببینیم داخلی چه دیزاینی داره. دیزاین خاصی نداره، همه اتاقن. چقدر اینجا شلوغه، چقدر مردم اینجا. واسه دیزاینایی که کار کردن و وقتشون گذاشتن در نمره 4 رو میگیرم، چون قبلیه خیلی بیشتر کار کرده بودن. خب بریم مپ بعدی. خب بچه ها توی این مپ فکر کنم این سازنده بازی باشه، اسکینشه. به هم گلدن اپل داده و این چند این گلدن اپل و اینجا فکر کنم اسم سازنده هاش هستش. این مپ روسیه، روسا ساختنش. کتابا آپدیت هاشون که از اون جایی که من اصلا حوصله ندارم آپدیت بخونم همه رو میندازم دور. ماشینا رو نگاه کن، اینا حداقل ماشینای فرق داره با ماشینای دیگه. اون ماشینی که ساخته بود و من تو تمام مپ هایی که بازی کردم یکی از اونا بود. عجب دیزاینی. اینجا فکر کنم شهرداری باشه. آره پلیس شهرداری اینجا. اوه اوکراینه. آره بگو روسی نبوده، اوکراینی بوده. از اینجا فهمیدم که پرچم اوکراینی شکلیه. بگو روسی نبود. عجب ماشین خفنی. اصلا لامبورگینیه. خب فکر کنم شهرداری اینجا باشه. بریم ببینیم توش رو چجوری کار کردن. از لحاظ دیزاین خوبن ولی از لحاظ دیزاین یا معلوم بودن چی هست بابا همه اینا فیکه، یعنی داخلی هیچی نداره. فکر کنم این بدترین مپ باشه چون اصلا فقط بیرونی رو ساختن، داخلی رو اصلا روش کار نکردن. کارم کرده باشن فقط رو دیزاین خوشگل کردن. مثلا اینجا خب الان این آتیشه چی؟ اصلا رو داخلی اصلا کار نکردن. خب دیزاین داخلی که ریده است ولی واسه اینکه احترامی واسه شون قائلم 2 رو بهشون میدم از 10. ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. حمایت فراموش نشه. سرور دیسکوردم هم جوین بدید، زیر این ویدیو هستش. تا ویدیوی بعدی بدرود. اردکی تنها به روی آب، تراش
چشاشو بسته میخواد بخوابه، اون بالا بالا لک لکی پیدا، مثل این اردک لک لک تنهاست.